666 سه تا 6 داره. بقالی سر کوچه کیشمیش داره. مقام عظما که 2 من ریش داره، از مکانیزم ماشه تشویش داره. مجری استراتژی نیش داره، استارت میخواد، نیاز به پیش داره. پیش تا دکتر میگین پیش ولی ضربه سنگین میزنین. این تفاوت گفتار و کردار توجیه پذیر نیست. ناکس تو حالی نیست. مکانیزم ماشه چیه؟ واسه خودت اینجا شعر میخونی و بشکم میزنی. خیلی هم حالیمه. اصلا ترس مکانیزم ماشه اینجوری کرده. فقط میخواستم وسط این همه بدبختی برنامه رو با یک فضای شاد شروع کنم. باشه بریم سر برنامه این هفته. یه پیرمرد فقیر 90 ساله بود که همه جوونیشو به مردم آزاری گذرانده بود. عکسشو بود عکاسی، گفت اینو برام فتوشاپ کنی. عکاسی گفت یعنی چی، جوونت کنیم؟ گفت نه، یه ساعت اومگای طلا، یه عصای سر اجدایی الماس نشون، اینا که دور دست می‌ندن، یه زنجیر طلای کلفت 18 یار، یک پیپ آج منبتکاری واسم بذارین. اون پشتم کلی جنس عتیقه و گاف صندوق و اینا. میخوام بعد از مرگم برسه اینقدر دنبالشون بگردن که جونشون در بیاد. ناکس همه فهمیدن که تو داری عظمای بدبخت بیچاره رو میگی که کجاش به عظما میخوره؟ همون اولش گفتم پیرمرد فقیر، اون کجا مرد 200 میلیارد دلاری کجا قربونه؟ قربونت برم، کل این داستانت یه حرف اصلی داشت، اونم این بود که پیرمرد آخر کارشه دیگه، باقیش دیگه کشک و پوشالش بود. تازه میتونست هیچ چیش به عظما نخوره، ولی منظورت همین باشه. مثال اون چیه که سبزه و دلنگونه و مشمش میکنه؟ نمیدونم آقای دکتر. ماهی کجاش سبزه قربونه؟ برم خودمون سبزش میکنی. آخه دلنگونم نیست. مگه اینطوری هستیم خودمون دلنگونش هم میکنی؟ آخه مشمش هم که نمیکنه. خب اگه یه نکته انحرافی هم نداشته باشه که دیگه معما نیست که. کاش میمردم و این روز رو نمیدیدم که استراتژیست نظام عظمای دلنگون رو به مشمش بندازه. دلم خونه آی دکتر، دلمونو خوش کرده بودیم این مجلس یه دست بشه، ولی این شورای نگهبان بیورزه بدترش کرد. از اون بالا بین میرسلیم و غالیباف دعوا و کفگرگی هست و تا مجلس که هر چند وقت یه بار بیدار میشن و 4 تا فوش و بد و بیرا به هم میدن، دوباره میگیرن میخوابن. به خاطر اینه که پشمی به عمامه مقام عظما نمونده. او احمد توکلی ناکس که خودش تو مجمع تشخیص مصلحت نظامه هیکل مقام عظما رو برد زیر دوش شیکر رو آورد بیرون. عظمای بدبخت دیگه حرفش برون نداره، میگه بیخیال نتیجه انتخابات آمریکا بشین. آخرش خودش از همه با خیالتر میشه، میگه از میکانیزم ماشه نترسین، همه میترسن، خودش اول همه. سر برجام مگه نگفت اگه برن بیرون آتیش میزنیم؟ ناراحت بودیم که برجام آخرش شد نفت در برابر کالا، الان معلوم شد توف در برابر کالا هم نبوده. بازم 2 دستی و 4 چنگولی چسبیدیم به این لاشه. لاشه عظما رو میگی؟ نه خیلی لاشه برجامو میگم. خب این که حرفش از اینوری باشه و عملکردش از اونوری کلی انعطاف توشه، نرمش قهرمانان هست دیگه. میگه عزاداری جمعی را بندازید، بعد خودش روزخونی تکی را میندازه. من به اینش کاری ندارم، هر چی میخواد بره اینوری اونوری و دریوری. من میگم بعدش بتونه پاش واسه، نره پشت بدبخت‌تر از خودش قایم بشه. این روحانی اینا که دیوار صفر نیستن که بشه پشتشون قایم شد، همش خراب میشه رو سرش های دکتر. آره از قدیم گفتن که دم به الاغو میگیری که بکسلت کنه، ولی آخرش جفتک میزنه بهت. آی دکتر، من بابت این ادبیات شما در مورد مقام بود و به شما انتقاد دارم. چی گفتی وسط؟ عرض کردم به شما اعتقاد دارم. اعتقاد راسخ. باریکلا. شرمنده اخلاقتم. داشتم از عظما میگفتم مار که پیر بشه قورباغه واسهش کلی میخونه. الان همه چی براش دوباره بدبختی میاره، نه یه بار. مجلس یه بار توی دست کردنش، یه بار بعد از یه دست شدنش. برجام که از 2 بار هم گذشته آی دکتر. یه بار تو مذاکرهش، یه بار بعد امضا کردنش، یه بار بعد از پاره کردنش. الان هم که نشش رو دست مقام عظماست. آره حکایت خوابیدن تو زمستون سرده که 2 مرحله داره. اولش که میخوای بری زیر پتو سرده، فکت پیاده است. بعد که میخوای پاشی بری دنبال کارت زیر پتو گرمه، دوباره فکت پیاده است. آره جفتش بدبختیه. آیه دکتر وقت نداریم، این
داستان کشتی های توقیف شده چی شد آیه؟ هیچی، اولش گفتیم مال ما نیست، ولی الان که ادعای قرابت میکنیم دیگه عمه خواجه حافظ شیرازی هم فهمید که از اولش مال خودمون بوده. بعضی چیزا وقتی در موردشون سوال جواب بکنی تازه معلوم میشه که چه خبر بوده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که راننده کامیونه زنگ زد به پلیس راه، گفت من یه مارمولک رو زدم له کردم. پلیس گفت خب لاشش رو بنداز کنار جاده برو. طرف گفت ابا اماماشو چیکار کنم؟ روشن شد یا همچی بزنم که بیافتین کنار جاده. آی دکتر، ولی به هر حال این کشوره که آویزونشون میشیم از ما چه مسئله حل میکنن؟ ونزوئلا خودش 8.9 آویزون ما شده، این که آخر کاری ما رو بدوش های دکتر. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن گدایه به یاری گفت 100 تومن بده. طرف گفت 100 تومنم کجا بود؟ گفت خب 10 تومن بده. طرف گفت بابا ندارم. گفت به درک اقلا یه تیکه نون بیار بده بخورم. طرف گفت ندارم. گدایه گفت پس بگی بتمر که همیشه کنار دست خودم با هم گدایی کنیم. آی دکتر، به نظر میرسه این دکترین جدید نظامه. الان که نظامای دوست تو سوریه و لبنان و عراق پادر هوا شدن، بیریم سراغ سرمایه‌گذاری تو ونزوئلا و کشورهای بدبخت‌تر. اگه گیر بیان که جایگزین بشن آیه تاکتیکی اوضاعت بدک نیست، ولی استراتژیکی وضعیتت اورژانسیه. قربون برم اونا که پادر هوا شدن یعنی عضما کرک و پرش ریخته. انگار سفر تفریحیه که این کشور نشد اون کشور. به فکر جانشینی اونا نباش، به فکر این مریض بدبخت باش که داره از دست میره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که زنه زنگ زد به اورژانس بیمارستان، گفت آقا به دادم برسید، بچه‌م مدادش رو قورت داده. گفته همین الان آمبولانس میفرستیم. زنه گفت تا برسه چیکار کنم؟ گفتش که بگی با خودکار بنویسه. آی دکتر، این طرح پیش فروش نفت چی شد؟ هیچی، وضعیت داغون اقتصادی که با این کارا درست نمیشه، بی‌اختیارتر از این حرف هاست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف هم دماغش اول کنه. دکتر یه نگاه کرد گفت داداش شما صبر کن، علم کمی دیگه پیشرفت بکنه، کلا سرتو عوض کن، مشکلت با دماغ حل نمیشه. روشن شد یه همچین بذارم که بری عمل کنی کلا عوض بشی. آیه دکتر، در پایان برنامه برای به دست آوردن یک تصویر 6x4 رنگی از وضعیت مقام عضما میخوام تو اقیانوس استراتژیکی خودتون غوطه‌ورمون کنین. آیه چون بحث اقیانوس و غوطه و اینا شد، اینجوری بهت بگم که وضعیت مقام عضما جوریه که نه آب میبینه نه شناگر ماهریه. آب از سرش گذشته ولی آبی هم دیگه براش گرم نمیشه. آب پاکی رو ریختن رو دستش، نه که دیدن آب دستش نمیشه که دیگه آب دهن هم کف دستش نمیندازن. آیه دکتر، شما دنیا رو بردین زیر آب، مقام عضما رو کردی زیر آب، تو یکی نمیخواد به ترسی دنیا رو آب ببره، تو یکی رو خواب میبره. یادت بره اولش داشتی 660